انسان در هر جای و شرایطی که باشد به آن عادت میکند و دیگر برایش سخت است که از آنجا رهایی یابد. طرز فکر کردنش هم بعد از مدت به عادت تبدیل می‌یابد. عوض کردنش بسیار سخت است. انسان حتی وقتی به یک اندیشه نادرست باور میکند، آن هم به یک عادت تبدیل می‌یابد. و تنها راهی که عادتها را تغییر دهد، این جای عوضی یا جای عوض شوی اندیشه های خراب کننده و خرابی آور به اندیشه های سالم و درست اندیشی و مثبت اندیشی است که انسان میتواند عادت های نالازم خود را دور کند. درست اندیشیدن عزیزان یکی از مهمترین کارهایی است که هر فرد میخواهد رشد کند باید در خود تجربه کند. اگر شما مستقلانه میخواهید عادتهای قبلیتان را عوض کنید، بهترین راه این مطالعه کتابهای خوب و خواندنی در این سمت است. طوری که شما عزیزان میدونید، مرکز خیرات به ترجمه و نشر کتابهای سرخواننده جهان مشغول است. شما تا امروز از راندبرگ تنها کتابی راز را مطالعه نموده بودید و طور میدانیم راندبرگ مؤلف این کتاب به غیر از کتاب راز چند کتاب دیگری دارد که ما آنها را خوشبختانه به زبان تاجیکی آماده و نشر کردیم. و کتاب دومی راندبرگ این راز قدرت و یا قدرت راز نام دارد. فکر میکنم درباره قدرت، یعنی قدرت انسان چه قدرت ها دارد، خیلی بحث های جالب و خواندنی در این کتاب را پیشنهاد خواننده گردانده است راندبرگ. و همچنین کتاب سوم این مؤلف یعنی راندبرگ این راز معجزه شکرگزاری و یا معجزه شکرگزاری و راز آن، یعنی ما وقتی که سپاسگزار و شکرگزار از خود، از نزدیکان، از زندگی و در جایی که هستیم شکرگزار باشیم، ما چگونه رشد میکنیم و چگونه کمال میابیم. خیلی بحث‌های جالب و خواندنی را راندبرگ در این کتاب برشته تصویر کشیده است. و همچنین عزیزان یکی از کتاب‌های بهترینه که امروز کتاب رویمیزی بسیاری از افراد بیرون از کشور، یعنی به تمام زبان‌ها قریب این کتاب نشر شده است. این از وینستون پیل، یکی از نویسندگان بسیار موفق هست که نام دارد قدرت مثبت اندیشی. این خیلی مهم است برای انسان که چی راه‌ها، چی اصول‌ها، چی فرموله و یا چی قانون‌هایی هست که یک انسان میتواند مثبت اندیشد. طور من در بالا اشاره نمودم، انسان وقتی که به یک اندیشه خراب و یا نادرست وقتی که باور میکند، آن به یک عادت تبدیل مییابد. هرچند پس از چند سال شاید درک کند که آن اندیشه و آن باوری که او داشت او نادرست بود، ناسالم بود و به خاطر اصلاح این گونه اندیشه ها، افکار منفی و اندیشه هایی که انسان را در رشد، یعنی در حال رشد باز می‌دارند و انسان را افسرده و دلگیر و خسته می‌کنند، عزیزان این کتاب ها هستند که شما را کمک می‌کنند. این کتاب ها هستند که در برابر ضمیر و اندیشه و تفکر انسان را دیگر کردن به انسان قوه مثبت اندیشی می‌دهند. زیرا انسان‌های موفق از انسان‌های ناموفق تنها با درست اندیشی و جرأت و انتخاب فرق می‌کنند. و این است که این کتاب‌ها امروز در سرتاسری جهان خواننده دارند. ای هموطن، ای عزیز، بیایید برای اندیشه ما را سالم گردانیدن، برای درست اندیشیدن، برای به یگان مسئله خلاصه های درست برآوردند، خلاصه های ضروری را برآوردند، این گونه کتاب ها را مطالعه کنیم. و شاید بسیاری از شما فکر میکنید که این کتاب ها در
نزد کتاب‌های گذشته ما، یعنی از ابراستاد ابو عبدالله رودکی تا به امروز هیجان. شاید فکر شما درست باشد، اما با آن اندیشه هم که میگویند یک کتاب ارزشی یک بار خواندن را دارد، بگذار این اندیشه هم درست باشد. اما فراموش نکنیم ما یک بار زندگی میکنیم، ما وقتی طولانی نداریم. وقتی خودمان را به مطالعه آثار خوب و خواندنی که جهانیان قبول نمودند و جهانیان تجربه کرده و رشد کرده اند، امروز زمان فرا رسیده که ما هم این گونه کتاب ها را مطالعه کنیم و از رشد و پیشرفت کشورهای مترقی عقب نمانیم. به همین شما سعادت روزگار را آرزومندم. موفق، سربلند میمانید.